مارتین هایدگر بیشک بزرگترین و تأثیرگذارترین فیلسوف قرن 20، فیلسوفی که از سیاست چیزی نمیدونست، اما بیشتر از هر فیلسوفی در دوره‌ای که حزب نازی در آلمان و در اروپا یکتازی میکرد اسمش بر سر زبان‌ها افتاد. در آلمان متولد شد و با نوشتن کتاب هستی و زمان به شهرت رسید. شاگرد ادموند هوسل بود و تونست راه استادش رو که در نقد به تفکر دکارتی یعنی ابجکتیویته ساینس ادامه بده. هایدگر با بیان کردن موضوعی و پرسش بنیادین تونست فلسفه خودشو پایه‌ریزی کنه. اون پرسید که آیا بودن در جهان موضوع اصلی و پرسش انسان ها هست یا نه، یا بداهت یا کار روزمره و در صنعتی شدن جهان مدرن ما خودمونو گم کردیم یا نه. هایدگر زمان این پرسش رو مطرح کرد که صنعت بیشتر از هر عصر دیگه‌ای بر حضور انسان‌ها هجوم آورده بود و اجازه نمیداد تا انسان‌ها جهان رو بیواسطه از علم ببینن. همه جا ساینس هجوم آورده بود و حتی فهم انسان از هستی از انسان‌های ناندرتال هم کمتر شده بود. علم که مانند مذهب در نگاه هایدگر باعث از بین رفتن حضور و جهان بودگی انسان‌ها میشد، مورد پرسش قرار گرفت و این پرسش فلسفه هایدگر رو شکل داد. هایدگر با این پرسش نسل تازه‌ای از انسان‌ها را که توسط تکنولوژی مسخ شده بودند و از حضور در جهان و حس لمحات هستی غافل بودند آگاه کرد. اون در عصری که تکنولوژی و علم پشتوانه هر نظام اخلاقی و در خانواده و در روابط بین فردی از بین می‌برد، به ما یادآوری کرد که زندگی همین لحظه بدون پیش‌فرض و بدون قضاوت دیگران بر اساس باورها، آرکتایپ‌ها، فرهنگ یا اعتقادات ماست. به تعلیق درآوردن گزاره‌های امر واقع، ساسپندینگ، جمله‌ای که تنها کلید واژه برای درک جهان پیرامونمون بود بعد از هجوم فلسفه دکارت و علم ساینتیست‌ها، داروین و جنگ جهانی دوم. در عصری که علم پاسخ هر پرسشی رو بدون تفکر و صرفاً بر اساس مشاهدات میداد و گاهی پاسخها قبل از پرسش داده میشد، فلسفه هایدگر منظره‌ای تازه‌ای از جهان و از روزنه‌ای به من نشون میداد تا از نهیلیسم فلسفه دکارتی نجاتمون بده. بین درک جهان و تفکر درباره جهان تمایز قائل میشد. همیشه میگفت برای درک پدیده های جهان بر اساس مشاهده نباید عمل کرد و باید اونا لمسشون کنیم. از صدای زنگ کلیساها خسته بود. گرچه از خانواده مذهبی بود و دوره‌ای هم راهب شده بود، اما انگار فهمیده بود که پرسش هاشو نتونسته بودن کلیساها جواب بدن. بنابراین برای پاسخ دادن